که راجع به بحث هسته‌ای مسیر پیشرفت و شتاب پیشرفت کشور انشالله بیشتر از این که بود خواهد شد انشالله در آینده، با این ادامه راه این شهدا، با افزایش دانشجوهای این رشته انشالله آینده، چون آینده دنیا صحبت کردیم که آینده 10,000 سال آینده دنیا روی فناوری هسته‌ایه. یه توصیه دارم به آقای راشی عزیز که اگر باز اونا تقاضای مذاکره از نرفا داشتن، بگیم خب آقای ترامپ تو آدم راستگویی هستی، شما گفتید که ما زدیم تمام انرژی از ایران رو نابود کردیم و هیچ تأسیسات دیگر نداره. خب چیزی که نداریم و در مورد چی می‌خوایم حرف بزنیم؟ دیوونه ای مگه؟ چرا وقتت تلف می‌کنی؟ برو خونت بازی کن. بله همین سیاست ابهام هم باید باقی بمونه. یعنی ما به هیچ وجه راجع به این دیگه اصلا نباید، الحمدلله دیگه با البته آژانس هم قرار نیست بیان با اقدامی که مجلس تصویب کرد دیگه جاسوس‌ها و جاسوس‌های آژانس هم نمیان و همین ابهام باید بمونه، تو خماریش بمونن که آقا اینجا وضعیت ما چی هست به لحاظ صنعت هسته‌ای. ولی ان شاءالله میگم این صنعت در ایران با قوت بیشتر ادامه پیدا خواهد